کنی با ما؟ چیست پنهان تو را درون صدا؟ سخنت عطر آسمان دارد، بوی صد غنچه در دهان دارد. چون به نام علی رسی به فراز، شعرت آید به پیش ری به نماز. از علی در خور علی گویی، در رخش چهره خدا جویی. گرچه با کوه هم سخن شده ای، قصه خوان غم وطن شده ای. در فراق خلوت شب زنده دارانم چو شمع، شب چراغ خلوت شب زنده دارانم چو شمع. بر شب آویزان و از اختر شمارانم چو شمع. هر که بختش یار پیش پای خود بیند مرا، مثل تراکم مثل ما. هر که بختش یار پیش پای خود بیند مرا، اختری در اختیار بختیارانم چو شمع. هم چراغ محفل چادر نشینانم چو ماه، هم نشان منزل محمل سوارانم چو شمع. فوت ایشان خب همه ایران متأثر شدن. شما خودتون در جریان هستید. بعد قرار شد که برای چون قفل برای عرض کنم حضور شما تبریز، قرار شد که برخی نمایندگان اقشار مختلف در این هواپیما فالکونی که ایشون رو می‌برد باشند. تعداد زیادی نه، ولی مثلا بنده به نمایندگی از فرهنگیان و اهل شعر و ادب به من گفتن که شما واقعا این توفیق و افتخار به مصیبت میشود. و اثار استاد سید محمد حسین شهریار به نظر بنده از آخرین حلقه سلسله الذهبی هستند که از آغازش از رودکی در ایران باید بگوییم شروع می شود و در پایان یکی از سرفرازترین قله های اون همین استاد مینو جایگاه شادروان استاد سخن شهریار در غزلسرایی به خصوص کسی است که میتوان گفت از میان چند تن که در طول تاریخ غزل فارسی بتوانیم نام ببریم یکی از برجسته ترین آنهاست. متاسفانه شخص من به زبان آذری احاطه ادبی ندارم، ولی از طریق منقدین بزرگ دنیا و داخل میدانم که حیدر بابای السلام ایشون یکی از شاهکارهای بزرگ بشری است، نه تنها برای کشور ما بلکه از شاهکارهای جاودانی است که میتوان گفت مثل یک قمر روشن مدار تا مدار در آسمان ادب ایران خواهد درخشید. همون مقدار کمی که به زبان ترکی شعر داره، مقدار زیاد نیست مجموعه اشعار ترکی استاد شهریار، اما همونها هم این گونه نیست که به تفنن بوده باشه، یعنی به زبان مادری به تفنن شعر ترکی گفته باشه. برخیش انصافاً بی‌نظیره، یعنی علاوه بر حساب منظومه حیدر بابا که خب مشهورتر از بقیه، اما غزلهایی که به زبان ترکی داره بی‌نظیره. یعنی اگر کسی بخواهد نمونه ای از غزل برجسته و درجه یک زبان ترکی رو فراهم بکنه، بدون تردید دو سه تا از شعرهای استاد شهریار رو باید قرار بده. ما سخنور داریم و شاعر و سخنور. کسانی که فقط سخنورن مثل ناصر خسرو علوی قبادی،
حضرت شهریار هم سخنور است، هم شاعر، هم شاعر است، هم سخنور. اینا رو نمیتونید بگید مثلا اینقدر بیشتر سخنور است، بیشتر شاعر است. اینا نمیشه از هم جدا کرد. واقعا این عرض من است. استاد شهریار خیلی حساب صادقه توی زندگیش و تو شعرش. یعنی نقاب نداره، تعینات نداره، تکلف بی خودی نداره. اون چیزی را که به نظرش میرسد مربوط به زندگی و مربوط به حساب واقعیت بیرون از ذهنه، او خیلی راحت بازتاب پیدا میکنه توی شعرش. یعنی لازم نمیبینه که از صافی اون نقاب ها و تعینات عبور بده، حساب سره و ناسره بکنه و برخی را برگزیند از واقعیت و برخی دیگر را اصلا نادیده بگیره. در جاهای مختلف گفته نوشته که من در سالهای 57 دیگه پیر شده بودم، طبعم احساس تنبلی میکرد، کندی میکرد. به این تعبیر میگن که شعر میگفتم نمیتونستم بنویسم. اما ظهور پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی انگار یک روح جدید در استاد شهریار دمید، به نحوی که یک جلد سوم دیوان شهریار در برگیرنده سروده های بعد از انقلاب استاد شهریاره. یعنی یک دهه‌ای که استاد شهریار از آن به نام دهه جهاد قلمی نام برده. یک وقتی حضور رهبر معظم انقلاب بودم، یک شبی بود بعد از نماز مغرب و عشا، جمع خصوصی بود، چند نفری بیشتر نبودیم، بحث از شهریار پیش اومد. من عرض کردم که برنامه هایی برای بزرگداشت استاد شهریار داریم، نظر حضرت عالی چیه؟ ایشون نه تنها تشویق فرمودن، بعد گفتن که شهریار قبل از انقلاب هم شاعر مبارزی بوده. من خیلی متعجب شدم از این فرمایش حضرت آقا. تعجب من رو از چهرم دریافتن. فرمودن که چطور شما تعجب میکنی؟ گفتم والا ما در مجموعه دواوین استاد شهریار یکی دو تا شعر هست که به تناسب حوادث قبل از انقلاب برای سالگرد تأسیس دانشگاه تبریز و اینها شعرهای سرودن که بوی طرفداری از اون حکومت رو میده. آقا فرمودن نه، اشتباه نکنی. معلومه وقتی یک شاعر بزرگی مثل شهریار در تبریز زندگی میکنه و مقامات اون نظام میخوان بیان اصرار میکنن که برایشون شعر بگه، ولی اون شعرها هم در مضمون خودش ذم اون حکومت بود. دقت کنید، جایی میگه فرهنگ ما برای جهالت فزودن است که به دنبال اون فرهنگ بیگانه رو میکوبه. یا فرمودن این عین جمله‌شونه که شما تصور کنید یک شاعری در قبل از انقلاب میگه burada bir şer darda kalıp bağırır, mürüvvessiz insanları çağırır. این در سالهای قبل از انقلاب چه معنایی میده؟ اینجا شیری در بند مونده و مویه میکنه، انسانهای بی مروت رو به تظلم میخونه. این در سالهای قبل از انقلاب حکایت از بزرگی و مبارزه طلبی استاد شهریار. Bəxtin dura baxarsan, yadlar qohum qardaşdır. Amma bəxtin yatanda qohum qardaş yad olur. Amma bəxtin yatanda qohum qardaş yad olur. Çalış adın gələndə rəhmət oxunsun sənə. Çalış adın gələndə علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما ثواب همه سایه هما را. این لفظ
یه لفظ شیرین و شیوا و پرکننده ذهن انسانه. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. اینا مضامین تازه‌ای بود. من خودم آشناییم با شهریار از دوران نوجوانی است، یعنی از سالهای نیمه اول دهه 30 با شعر شهریار آشنا شدم. فخامت شعر شهریار اعم از ترکی و فارسی مقام معظم رهبری بارها صحبت کردند. خب نمونه هایی از حیدر بابا رو که از حفظ دارن غالبا در همین ملاقات ها خوندن و این رو عنوان کردن که کمتر شاعر دو زبانه ای می شود پیدا کرد که در دو زبان شاهکار آفریده باشه. معمولا یک زبان زبان شعری یک شاعره، در یک زبان دیگه تبازمایی میکنه، شعر میگه. ولی شهریار هم شعر فارسی شاهکاره هم شعر ترکی شاهکاره. در 100مین سال شهریار در حضور مقام معظم رهبری یکی از شاعران خوب شهرمان که با استاد شهریار هم دمخور بوده، یک ترجمه منظومی از حیدر بابا رو چند بندش رو ارائه کردن. معظم له فرمودن که شعر بسیار خوبی است ولی تناسبی با حیدر بابا نداره. این شعر فخیم و فاخره ولی زبان حیدر بابا زبان مردمه، زبان فولکلوره، زبانی است که هنوز هم در ایلات آذربایجان جاری هست. کسی نیاز به دایره المعارف برای فهمیدن معانی این شعر نداره. Heydər baba, yolum səndən kəc oldu. Gələnmədim, gec oldu. Ömrüm keçdi, gələnmədim, gec oldu. Heç bilmədim gözəllərin necə oldu. Ömri təbah, ah, ز بخت سیاه من. دست زمان ز کوی تو کژ کرد راه من. آویخته هنوز به راحت نگاه من. کژ راه بود و گم شدگی بود و رنج بود، آوارگی و مرگ و فراق و شکنج بود. یه جمله این شعری که آقای فردی خوندن هم لفظش خوب بود، قشنگ بود، استوار بود، هم خب درست معنا رو نشان میده. ببینید حیدر بابا این زبان نیست، درسته؟ زبان روان تکلم معمولیه. شما میتونید، حالا جناب عالی من میگم اگر شما تونستید شما انشالله میکنید و الا کس شاعر دیگری این کارو بکنه. اگر بشه حیدر بابا رو با همون زبان خود حیدر بابا، زبان خاص حیدر بابا برگردون به فارسی و وزن رو هم حفظ کرد، وزن هم محفوظ بشه، من خیال میکنم این در رواج حیدر بابا در بین فارسی زبان ها تأثیر بیشتری خواهد داشت. این زبان مثلا فاخر استوار اینجوری، این طبیعتش با طبیعت زبان حیدر بابا متفاوته. ضمناً در اون سلیمان نان نوحدان گالان دنیاده، این چرا سلیمان و نوح رو ذکر میکنه؟ این بد نیست این نکته توجه بشه، یعنی توی ترجمه یا توی بیان ذکر بشه، چون سلیمان منتهای اقتداره دیگه. از سلیمان لا ینبغی لاحد من بعدی، دیگه هیچ سلطنتی بالاتر از سلطنت سلیمان در دنیا نبوده.
کمان که هیچ عمری طولانی تر از عمر نوح نبوده. میگه این دنیا اینه، دنیا یالان دنیادی، سلیمانان نوحدان گالان دنیادی، یعنی اونی که به منتهای قدرت مادی رسید و اونی که به نهایت عمر معمولی یک انسان رسید، اونم دنیا ازش عبور کرد و حالا رسیده به من و تو. شهریار بر اساس یک اعتقاد قویم و ریشه‌دار دینی و انقلابی بود که انقلاب اسلامی رو همراهی کرد. باز از رهبر معظم انقلاب شنیدم که گفتن که بعضی ها یک شعر، دو شعر، چند شعر میگوین که بگن همراه انقلابن، با انقلاب هستن، ولی شهریار برای همه حوادث انقلاب، حتی بی آنکه کسی از ایشان خواسته باشد شعر سرود، حتی برای هفت تیر و 8 شهریور، حتی برای نهضت سوادآموزی و برای چهره‌های انقلاب، از بدو ورود امام که شعر مقام رهبری رو سرودن که تا آن سروی که چون سر بر کنی سرها بیارایی و گر سرور شدی آیین سرورها بیارایی. این از جمله ویژگی‌های برجسته شهریاره. اون مسئله مسلمانی و تدین، شهریار در یک محیطی، در یک فضایی زندگی کرد که محیط دین و دینداری نبود. یعنی شهریار آمد تهران تو محیط‌های شعری، تو محیط‌های عرض کنم که کاری اون روز در دوران رضاخان که دشمنی با دین و مخالفت با دین یک امتیاز برای هر کسی که میتوانست ابراز وجودی بکنه محسوب میشد. در اون دورانها شهریار از دین، از خدا، از پیغمبر، از امیرالمؤمنین سروده. این علی همای رحمت مال همون روزگارانه. مدیح سراییش برای بسیجیانی که نه ادعا داشتن نه به کسی پاداش میدادن جز فشار، فلانجا جلسه داریم آقای شهریار بیاد شعر بخونه، میکشوندن پیرمرد و میبردن در خود تبریز و در بعضی جاهای دیگه، فقط همین اسباب زحمت شهریار که بکشنش این ور اون ور شعر بخونه. اما این عاشقانه که حالا یه بیتم از این شعر این وادی شهریار بخونم: بجهیم از خود و در جبهه بجویی خدا را، بجهیم از خود و در جبهه بجویی خدا را، آنچه با خلق نگفتی یا علی باز از خدا دستی به همراه بسیج، یا علی باز از خدا دستی به همراه بسیج، جاودان کن در جهان این جلوه و جاه بسیج. از جمله باز مواردی که در دوران ریاست جمهوری حضرت آقا بود، ایشون یک چکی برای استاد شهریار فرستادن، یک صله‌ای. آقای میر محمدی که رئیس دفتر ایشان بود این چک رو آوردن خدمت استاد شهریار. در دورانی بود که شهریار هم از نظر مالی چندان گشایشی در زندگیشون نبود. از گرفتن چک امتناع کردن. چند نفری که در اون جلسه بودن گفته شد به شهریار که استاد صله رو که بر نمیگردونن. شهریار چک رو گرفت بی آنکه تای چک رو باز بکنه و مبلغش رو ببینه که بدون این چک مبلغش چقدره، قلم برداشت، پشت چک رو نوشت: از سوی محمد حسین شهریار به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اهدا شد. سید محمد حسین شهریار امضا کرد.
این خب هم نشان توجه مقام معظم رهبری حتی پیش از رهبریشون در دوران ریاست جمهوریشون به استاد شهریار بود و هم نشانگر طبع بلند شهریار و حضورش در لحظات و آنات انقلاب اسلامی بیچشم داشت. شهریار 1 دهه بعد از انقلاب زندگی کرد. در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت. در انتظار تو میمیرم و در این دم آخر دلم خوش است که دیدم به خواب گاهت. اگر به باغ تو گل بردمید و من به دل خاک اجازتی که سری بر کنم به جای گیاهت.